ای خواهرم از بد حذر کن، حجابی خوب اسلامی ببر کن، مکن سر پیشی از راهی هدایت، که فرمانی خدا فرض است برایت، روی گر راه فحش و به حیایی، شوی شرمنده در راهی خطایی، بیمان به دینی و بزم و طرب را، بیاموز از حیات علم و ادب را، تو هم ای خواهرم آخر کلانی، مشو دل بسته ای مالی فلانی، جمالی خواهران ستر و حجاب، همه گفتارم از روی کتاب، بخوان ای خواهرم شعر و غزل را، بکن اندیشه پیکی اجل را، بکن اندیشه پیکی اجل را، بکن اندیشه پیکی اجل را.